5 تا از بانک‌های متعلق به ارگان‌های نظامی، متعلق به سپاه و ناجا و اراذل بسیج که بعد از کلی بالا کشیدن پول مردم حالا در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. مثل حکمت ایرانیان و مؤسسه کوثر و بانک قوامین و بانک انصار و مهر اقتصاد تصمیم دارند که همگی با بانک سپه ادغام بشن و پروژه دزدی بزرگی رو تحت عنوان بانک سپه نوین استارت بزنن. آیا نگران همان دوزار مانده در قهقرای جیبتان هستید؟ آیا شبها از ترس اینکه مبادا بانکتان سرتان کلاه بگذارد خوابتان نمیبرد؟ آیا شما هم دچار استرس بالا کشیده شدن اموالتان توسط مؤسسات مالی و کلاهبرداری هستید؟ دیگر نگران نباشید. پروژه جدید پروژه بانک سپه نوین نگرانی شما را برطرف می کند. با بانک سپه نوین دیگر نگران سپرده هایتان نباشید. ما 5 بانک نظامی و حرفه‌ای را کنار هم آورده ایم تا با استفاده از سالها تجربیات آنها پول شما را به راحتی آب خوردن بالا بکشیم. پس نگران نباشید. بدون درد و خونریزی، بدون مجوز تجمعات اعتراضی، دقت در بالا کشیدن، سرعت در فرار کردن. شعار ما این است: جیب شما و برادرها نداره. شماره تماس شماره تماس ننوشته اینجا. شماره تماس نمیخواد. ما همه جا شعبه داریم. به سر کوچه تان بیایید و پولتان را بدهید که برایتان بالا بکشیم. پول از شما، خوردن از ما. بانک سپه نوین.